که رفت. ماشین من بدبختم فروختیم خرج این بچه. این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟ من تو آیندمم. چی میگی تو؟ میدونم دیگه، پاش برسه اونور ایشالا خودشو سریع جمع و جور میکنه، پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه. این؟ بس کن دیگه، بس کن. باشه. یعنی این؟